سلام به اولین اپیزود گپ تایم، خوش اومدین. توی این اپیزود قراره با هم دیگه صحبت کنیم و موضوع صحبت امروزمون سریال فرامه. ارزش دیدن داره یا نه؟ بزن که بریم. لیتس گو. خب اول از همه کوتاه بهتون یه توضیح راجع به پلیلیست گپ تایم بدم. گپ تایم ماهیتش اینطوری که با هم دیگه قرار بشینیم صحبت کنیم، گپ بزنیم راجع به المان‌های مختلف و امروز تایتلمون سریال فرامه چون تازه تمومش کردم و اول از همه اینو بگم من منتقد نیستم، قرار سریال رو بررسی کنم و صرفاً قرار زاویه دید خودم رو به عنوان یک بیننده که شاید کمی تجربه در تصویربرداری داشته باشه رو بهتون بگم و حس و حال خودم و ارزش دیدن داره یا نه رو بهتون قرار بگم، ببینیم یا نبینیم. و گپ تایم دقیقاً همونی که بهتون گفتم، قرار آدم‌های زیادی بیان باشون صحبت کنیم، شاید اون آدم‌ها یکی از شما باشه و از آدم‌های موفق، معروف، خودم، دوستام، آدم‌های ساده مثل خودمون صحبت میکنیم، اما سعی میکنیم تایتل رو به سمت حاشیه نبریم و مفید صحبت کنیم. همیشه برام مهم بوده که محتوایی که تولید میکنم مهم و مفید باشه و صرفاً تایم پر نشه. سریال فرام از ابتدای داستان ما یه فضا سازی رو داریم میبینیم، یه ونی که یه کاروان بهتر بگم وارد شهر میشه. همیشه خوب به نظر میاد. جیم، تابیتا، ایتن، جولی حالشون خیلی خوبه. یه روز خیلی خوبه دارن سپری میکنن و همه چی براشون زیباترین حالت ممکنه تا به درخت برمیخورن. چی شد؟ چرا وسط جاده است؟ بالاخره تو کشور به اون بزرگی آمریکا اگه در نظر بگیریم اینجور مسائل یه ذره تعجب آوره، چون سریع جمع میشه، سریع تمیز میشه و جاده ها باز میشن، اما این جاده بسته است. پس دنده عقب میگیرن، میرن وارد فرعی میشن. یه روستا میبینن، میگن ولش کن، رد بشیم ازش. آدمای توش عجیبن اما توجه زیادی بهشون نمیکنن چون اولویت ذهنشون نبود. میرن و بعد یکی دو ساعت که دور میزنن دوباره اون روستا رو میبینن، تعجب میکنن. سریال از اون ابتدا داره به ما یه چیزی رو تأکید میکنه. روستا، اون شهر، اون خونه ها، محیط زنده است بدون اینکه اونها بدونن. اتفاقاتی که توش میفته کمی تعجب آور، کمی خیال آور و کمی غیر قابل باوره، یا بهتر بگیم لمس پذیر نیستن. خیلی از حالت عادی یک زندگی دورن. کمی میگذره خانواده ها، اتفاقات و مهمترین المانی که توی این سریال به من یاد داد اینه که امید واهمه و امید بیجا نداشته باشم، چون که این امید ممکنه من رو سریعا به یه ناراحتی ببره. برگردیم عقب، همون ابتدا شب اول سریال داره با ما میفهمونه این سریال شوخی نداره. پنجره، یه پیرزن، یه دختر بچه. همیشه این المان نزدیکترین چیزش میشه مثلا شنل قرمزی، یه رابطه خیلی خوب بین مادر بزرگ و نوه. دختر گولش رو میخوره و پنجره رو باز میکنه. سریال همون ابتدا داره بهمون نشون میده من هیچ رحمی حتی به کودک هم ندارم. فردا این روز جیم و تابیتا با اولین صحنه‌ای که مواجه میشن مرگ یک کودکه، مرگ یک دختر به همراه مادرش. سریال داره اصلا الان به ما توضیح میده که فرای اتفاقاتی قراره بیفته که توی شبها تا به الان دیدیم و چقدر شبهای سریال زیبان. شبها کاملا بی‌نقصن، نورپردازیشون فوق‌العاده است و مهمتر از همه یک نگاه کاملی رو به هیولاها ما اینجا داریم. هر چقدر روز باید با خودشون بجنگن، با افکارشون بجنگن، با اتفاقات، موجودی غذا، موجودی لباس، آرامششون ولا غیر، شبها باید با هیولاها تازه بجنگن. و تصورش برام عجیب بود که تا قبل از بوید اینها فقط فرار میکردن و جایی برای خوابیدن و موندن نداشتن تا قبل از اینکه اون طلسم ها ظاهر بشن. هر انسان که با خودش میاد یه امید رو میاره، یک تلقی جدید رو میاره، یک پرتگاه یا یک دریچه جدید رو میاره. سریال میخواد کامل به ما بفهمونه که تمام اشخاص توی این سریال مهم هستن، چه اون پیرزنی که تو آشپزخونه داره غذا درست میکنه، چه کنی، چه بوید کلانتر و چه حتی آفیسری که فصل سوم میاد، اون دختر. هر کدومشون وقتی وارد میشن با کلی نگاه جدید و امید وارد میشن. بریم یه فلش بک بزنیم به فصل سوم. یهو وقتی یه آفیسره میره با کنی توی غذاخوری صحبت میکنه، یعنی دستیار کلانتر، کنی بهش جمله ای رو میگه بیخیال شو، همه ما این سوالا رو پرسیدیم. و کلانتر با خودش میگه که واقعا باید بیخیال شم؟ برای چی؟ چرا؟ هر انسان با خودش چراهای جدیدی رو میاره و این وسط به نظرم تنها کسی که تونست جلوی این چراها به خوبی مقاومت کنه جید بود. جید یه آدمی بود که فصل اول یا فصل دوم که وارد شد
خیلی همه چی به فان میگرفت، اصلا هیچی براش مهم نبود و یهو دیدیم تو فصل سوم این جیده که داره معما رو حل میکنه و به جواب ها میرسه. برگردیم توی شب. هیوله ها خیلی کاملن. چرا میگم کاملن؟ چون بیجا نیستن، حرف اضافه نمیزنن، دیالوگاشون کمه، اما دیالوگای مهم رد و بدل میشه. ذهن رو راحت میتونن بازی بدن، عاشق بازی کردنن. اون قسمتی که بوید و مامان کنی، همون پیرزن چینی، وارد استبل شدن و بوید رو بستن و گفتن که تو گفتی من خوردت نمیتونم بکنم، بشین و تماشا کن. یعنی اون لحظه من تمام افکارم ریخت به هم که چقدر خوب بازی میکنن این هیوله ها، چقدر خوب میتونن با اعصاب و روان آدم توی خونه بازی کنن. همه چی عجیبه. اینکه دست و پاتو ببندن و جلوت یک پیرزن معصومی رو بذارن و تیکه تیکش کنن و مرگش رو تماشا کنی، فقط از ذهن یک آدم مریض میاد که کارگردان به خوبی تونسته این رو به ما القا کنه. مخصوصا اون بازه زمانی که اون هیوله ها یه جورایی میشه گفت حتی شاید داغدار هم بودن به خاطر اون اسماعیلی و شخص اصلی که بوید کشتش جورایی و گفت حالا خونه من تو رکای توه، در حالی که دیدیم چه اتفاقی افتاد. من نمیخوام اسپویل بشه و صرفا میخوام دیدگاهم رو نسبت به این سریال بگم. هیوله ها خیلی باهوشن، برخلاف فیلم های زامبی دیگه که هیوله ها همیشه خیم بودن، یه راه فراری پیدا میشد کرد. هیوله ها میبینن، گوش میدن، دقت میکنن و مهمتر از همه میشمارن اهدافشون رو. اگر بخوان کسی رو به دست بیارن، مطمئنا به دست میارن. بوید رو 2 بار به دست آوردن و بخشیدنش، یا بهتره بگیم این عذاب رو بهش دادن تا نگاه کنه مرگ عزیزانش رو. این از مرگ هم حتی بدتره. و شخصیت بوید که کلانتر توی سریال خیلی کامله. یک مقدار من باگ هایی تو ایده پردازی های ذهنیش میبینم. یه شخصی که خیلی قدرت طلبه، آلفا، اما رهبر خوبی هم هست. بعضی اوقات خودش خط قرمز ها رو رد میکنه اما به بقیه که میرسه ایراد میگیره. اینهاش خیلی هم خوبه هم مشکل داره. یه مقدار اینکه شما بوید رو میبینید، ابعاد خوبش رو میبینید و یه چکش بر میداره و میره انگشت مثلا اون پسر رو میشکنه، نمیخوام اسپویلش، اسم دیگه نمیگم، انگشتاشو میشکنه، یا تصویرهایی از خودش به جا میذاره که ما گیج میشیم. پدر کاتری چندین بار گفت اون قفس رو درست کردی؟ بوید اینجا کشید عقب، گفت نه نمیخوام بذارمشون. تو پدر کاتری گفت بذارش. پس من میتونم این الهام رو از خودم بگیرم، از ذهنم بگیرم که بوید در اصل وقتی کارهای بد میکنه پدر کاتریه و بوید دیگه نیست. شاید پدر کاتری جلوتر اومد و گفت یه سری کارها رو نکن، اما اون جمله‌ای که بهش برگشت گفت اگه قوانین خودت رو خودت بذاری زیر پا، دیگه کسی این قانونها براش مهم نیست. خیلی میگم سریال بی‌نقص عمل کرده، کامل عمل کرده. برخلاف بقیه که میگن فصل سوم خیلی ضعیف بود، من میگم نه، بی‌نقص بود. فصل سوم اومد معماها رو کنار هم منظم چید، معماها رو بعضیاشون رو حل کرد، بعضیهاشون رو باز برای فصل بعدی گذاشت و یک سری معمای جدید هم حتی ارائه داد. بله، هیجان شاید کمتر بود، جنگ‌هاشون شاید یک کم کمتر بود، اما بی‌نقصی سریال همچنان حفظ شدن. و شخصیت اسماعیلی، همون لبخند، شخصی که خیلی عجیب میخنده، نگاهش، چشماش، اون لبخندش بی‌نقص و کامله. یعنی اگر بخوایم روش ایراد بزنیم و بگیم این شخصیت مشکل داره، واقعا ظلمه. یکی از بهترین شخصیت هایی که به نظرم انتخاب شده همین پسر جوونیه که توی یوتیوب هم حتی فعالیت میکرده و همین حالت عادیش هم ترسناکه برای من، چه برسه بخواد یه هیولا باشه که توی شب حمله میکنه. و اینکه هیوله ها انسان بودن و خودشون خواستن تبدیل به این موضوع بشن خیلی دارک تره برای من و این فضا رو، این ذهنم رو خیلی به هم میریزه که یه انسان چقدر باید پست باشه به این سطح برسه اون چیزی که خودتون میدونید رو فدا کنه. برای اسپویل نمیگم، اگر تا فصل آخرش شدین که اسپویل نیست، پس اون چیزی که میدونید رو فدا کنه و دائمی زندگی کنه. شخصیت ها خیلی بجان. فاطمه، پگاه غفوری، دختر ایرانی، البته فاطمه حسن اسمش اشتباه نکنم توی فیلم. یک مقدار من دوست داشتم رگ و ریشه ایرانی تو این دختر بیشتر ببینم، چون وقتی اسمش ایرانیه، حالا ایرانی عربی یه جورایی، فاطمه حسن ما نداریم، شاید هم داریم، نمیدونم این رو من واقعا نمیدونم.
اگر شما میدونین بنویسین. من فاطمه حسن تا حالا نشیدم حداقل. و بله، سریال به خوبی اومده شخصیت ها رو کنار هم قرار داده، به روستا انرژی داده، جون داده. و یه نکته‌ای که من خیلی برام جالب بود، وحدتی بود که بین اینها بعضی اوقات اتفاق میافتاد و به هم ریختگی. یعنی اگر همه این رو ما کوچیک کنیم بیایم توی خونه‌ای که داریم خودمون زندگی میکنیم، همه این اتفاقات هست. قسط هایی که ممکنه دیر بشه، غذایی که ممکنه نداشته باشیم توی خونه، درگیری هایی که بین خودمون ممکنه باشه، و مهمتر از همه شخصیت ویکتور. همه ما به نظرم یه ویکتور درون داریم، یه شخصی که آسیب دیده، شکننده است، طی مرور زمان خورد شده، تنها بوده و به یک بار افراد خوبی رو دور خودش پیدا کرده. به جای اینکه بره با جید خیلی اخت بگیره، با ایتن بیشتر اخت میگیره. به جای اینکه دوستان خودش رو افراد بزرگسال بدونه، یه پسر سفید پوش میدونه که سنش شاید 12 یا 13 سال در ظاهر باشه. ویکتور خیلی شخصیت کاملیه و یه چیزی که منو خیلی جذب خودش کرد سادگی ویکتور بود. همچنان داره نقاشی میکنه، افکارش رو میکشه، آسیب هایی که دیده رو بیان میکنه. اگر نخواد کسی به وسایل اتاقش دست بزنه، داد و بیداد راه میندازه. اگر مسئله‌ای رو پیدا کنه سریعا میدوه به دنبالش، مکث نمیکنه. واهمه و ترس به خصوصی مثل بقیه به زندگی نداره. اون قسمتی که جولی باهاش توی اتاق بود، اول جولی رو میفرسته پایین، اما همون بوی شاهد بودیم که چندین بار فرار کرد و اون پسر که توی اتوبوس میخوابید، اسمش رو الان واقعا به یاد ندارم، اون رو ول کرد، افرادش رو نجات داد. اما ویکتور اینطوری نیست. ویکتور همیشه با هر کی باشه اول اون رو نجات میده و بعد خودش رو نجات میده. ویکتور میگم یه شخصیت پاک و بی‌نقصه. اگر قرار باشه آخر این داستان یه قهرمان داشته باشه، من دوست دارم یا ویکتور باشه، یا جیم باشه و یا تابیتا. این سه نفر میتونن یه قهرمان از توشون در بیان. اگه دوست داشتین ایستارکاشو و نکات مخفی یا حتی پیشبینی فصل آیندهشو بذارم، تا جایی که خودم بتونم براتون میذارم و تولید میکنم. و میگم روزهای سریال اما یه باگی داشت. روزهای سریال یه مقدار کند میگذشت. مکالمات مردم تو روستا یک مقدار اذیت میکرد آدمو. بعضی جاها پرتی زیاد داشت، اما اولویتش رو شهر بود. یعنی داشت نشون میداد شاید اونور در حال جنگیدن باشن، شاید اونور برای زنده موندن تو جنگل داره تلاش میکنه، اما اینجا داره اتفاقات نرمالش رو میفته، مثل زندگی عادی خودمون که حتی اگر تو بدترین روزهای زندگی اون باشیم، خیلی از دوستامون دارن زندگی عادیشون رو ادامه میدن. و جذابترین شخصیت میگم برای من ویکتور بود. تابیتا خوب بود، ولی بهترینشون که به دل من یکی خیلی نشست جید بود. جید تنها کسی بود توی این جنگل، توی این روستا که دنده عقب نداشت. تا مرز دیوانگی و تبدیل شدن به ویکتور رفت، اما جلوی خودش رو گرفت. همچنان داره معماها رو حل میکنه، همچنان داره تلاش میکنه یک الگو رو بشکنه، یک الگوی جدید شاید حتی بسازه و به دنبال شخصیت منفی داستان داره میگرده. مثل جیم صرفا به خرافات پی نبرد که بگه ما توی آزمایش هستیم، اینا ما رو آزمایش میکنن. و به نظرم وقتی که یک فرضیه‌ای توی خود سریال بیان میشه، دیگه اون فرضیه باطله و به درد نمیخوره. کاپشن زرد پوش، حالا من اسپویل نمی کنم ولی یک خلاصه از دیدگاه خودم رو میگم. کاپشن زرد پوش به نظر من یک مقدار جای کار داشت که بهتر باشه. شخصیتش اونقدر کاریزما نداره، شخصیتش اونقدر اباحت کافی رو نداره. یعنی من اگر اون رو توی قاب بذاریم و شخصیت اسماعیلی و خندون و اون پسره رو بذاریم توی قاب، اولویت ترسم از اسماعیلیه و قرار نیست از این پیرمرد خوشگل یک مقدار صداش رو خشخشی میکنه بترسم. اما دوست دارم ببینم تو فصل جدید چه اتفاقی براش قراره بیفته. و مهمترین المان که نشون داد شاید توی روستا امکانات بیشتر باشه، اما از تو دل جنگل و طبیعتی که اون درخت میتونه شما رو به خونه برسونه. به نظر من اگر قرار باشه ایهامی توش وجود داشته باشه، اون اینه که این درخت و این جنگل امید زندگی شما. راستی سوال من از شما بپرسم تو پایان داستان، اگر اون طلسم ها کار میکردن به این عنوان که از ما دفاع کنن، چرا اهالی روستا خیلی راحت کل درختای جنگل رو قطع نکردن و یه دیوار بزرگ دور خودشون بکشن و بسازن
و طلسما رو بچسبونن رو دیوار. یک مقدار یه سری باگ ها، یک سری سوال ها تو ذهن آدم همیشه ایجاد میشه. چرا حتما اون خونه ها؟ چرا حتما کلبه هایی که تو جنگل بودن خونه دیوار بزرگتر مستحکمتر بسازه و طلسما رو بزنه تو در دیوارش؟ و اینو جا انداختن متاسفانه. و کودکانی که تبیتا میرفت نجات میداد چقدر از نظر من شاید زیبا بودن، با اینکه حالا موهاشون از ته ریخته بود، خیلی هاشون میخ تو سرشون بود و اینا، اما زیبا بودن و پاکی کودکانشون رو نشون میدادن. آکویی. و بله، مرسی که ویدیو نگاه کردین. این اپیزود گپ تایم تموم شد. یه گپ به نظرم خوب با هم زدیم راجع به سریال فرام، سریالی که کارگردان سریال لاست هم ساخته بودن. به نظر من که فوق العاده است، ارزش دیدن داره. ببینین با خیال راحت. عاشقتونم، دوستتون دارم. لایک و فالو و سابسکرایب اگه دوست داشتین و بهم بگین این استایل ویدیو کلا پسندتون هست یا نه. اگر هم خواستین حتی میتونم فرضیه های فصل 4 و تمام ایستارک هایی که توی فصل 1، 2، 3 رو وجود داشت براتون بذارم. دلی میخوامتون دیگه. مراقب خودتون باشین تا گپ تایمی دیگر و ویدیوی دیگر. بدرود. We can still win.